به ولاگ هورامان خوش اومدین. روستا رو بهتون نشون میدیم و از مسیرش لذت میبریم. این ولاگ یه ولاگ جاده‌ای محسوب میشه. بزن بریم. بچه‌ها چون از سمت مریوان داریم میایم این سمتی، اگر ولاگ قبل رو ندیدی اول برو اونو ببین، بعد این ولاگو ببین. ولی ما مطمئنیم که اینجا تو کوه‌ها دنبال گنج بودن، چون هر جا رو میریم، یعنی تو هر شهری که میریم یه کوهی رو میبینی قشنگ یه برشی خورده و انگار و یه نشونه های روشون هم هستن. مثلا این نوشته که اینجا اصلا معلوم نیست چیه. اینجا استوک فروشی خیلی زیاده، رفتیم یه چرخی زدیم ولی چیزی نخریم. چه سکوتیه اینجا. یه ذره زدیم بغل، ولی اینجا رو حتما باید تو روز بیای، یعنی حتی صبح زود بیای که تا این مسیر رو میری و برگردی اصلا به تاریکی نخوری، هم به خاطر جاده که خطرناک نباشه، هم این فضای قشنگ رو از دست ندی. انقدر که قشنگه. خب یه ماشین داره میاد، صداش اومد دیگه، سکوت اینجا به هم خورد. و خیلی جالبه انقدر اینجا تور میاد با این مینی بوسا، همه تورن. از اول جاده که از مریوان اومدیم تا خود روستا رو ویدیو میگیرم که قشنگ با مسیر آشنا بشید و زیباییاشو با هم ببینیم. خب رسیدیم به این خونه‌های پلکانی، همونایی که واقعا منتظرش بودم ببینم. این چه قشنگه. حالا بریم جلوتر رو با هم دیگه ببینیم. برای اقامت هم اینجا خیلی راحت میتونید یه جایی رو بگیرید. حالا اگر مثلا توی تعطیلات و اینا نباشه، شلوغ نباشه، هم هتل هست هم سویت هست. دیگه گفتیم اینجا یه قدمی بزنیم. سوقاتی که اینجا چیزای مثلا انجیر خشک و این چیزا خیلی داره، از همون دستمالا داره. بعد ولی خب الان خیلی هم شلوغ پلوغ نیست، یعنی اون چیزی که فکر میکردم خیلی شلوغ و اینا باشه نیست. یعنی اون رو به رو هم خونه پلکانیاست، خیلی باحاله. این تو شب هم قشنگ میشه، البته چراغا روشن بشه. عجب کوچه ای، شیب تند و پله های زیاد، ولی خیلی باحاله. این مسیر همین خونه هایی که میره اون بالا رو همه. دیگه اومدیم سمت گردنه، ولی خیلی جالبه با اینکه گرمه ولی این برفا هنوز آب نشده. اینجا یه ذره شلوغ شد دیگه. حالا یه قضیه که برای ما پیش اومد اینه که اینجا چون یه شهر مرزیه و الان بنزین نیستش، ما هم به این مسئله توجه نکردیم و تا اینجا اومدیم دیگه بنزین گیرمون نیامد و الان هم
چراغمون روشن شده. بعد این گردنه رو برگردیم، دیگه نمیتونیم بریم سمت حجیج و روستاهای دیگه. ذره برف بردارم برای شما. بفرمایید. حمزه ایمانی مشاهدات آینده با آقای حسین عزیز، با آقای کاظمی گل، با یاسین الفتی. فقط با شاهد شمسی بود که لهونما شاهد شمسی مانی آورد. سانی منصوری با علیانگر مطمئن مجانی آرمین منصوری عزیز تاقن آرمین مبارک لسر خوان و مبارک بایل تاقن آرمین گل انشاءالله 1000 ساله بینازار از باش طرفی کاکمک حمزه ایمانی بو شادامادی آینده کاکمیدی اگراز چهار ماینا خالوزای توست شایی بس حمزه ایمانی مهدیگان ایمانی با حلما با اصل همچون با حلما با اصل بیسن با حلما با اصل شوا مانگا شوا هوینا کبیر آمای خراس خرا خوا هوینا کبیر دلم حیران زینوا هوینا کبیر روح مبارک خوا هوینا کبیر از اول سفرمون تو کردستان برنامه کلانه داشتیم که دیگه بهترین انتخاب همینجا بود. چه روغنی هم داره روش، به به. دیگه این یه نونیه که روی ساج درست میشه، وسطش هم سبزیجاته. حالا من روغنشو نریختم ولی خیلی خوشمزه است. مرسی که توی این مسیر همراه ما بودی. لایک و سابسکرایب یادت نره که ولاگای بعدی رو از دست ندی. ولاگ بعدی همدانه.